اگه تو هم میخوای راز این کباب تابعی خوشرنگ و نرم و آبدار و لطیف رو بدونی، حتما من رو لایک و سابسکرایب کن و تا آخر این ویدیو همراه من باش. برای شروع کار، برای اینکه کباب مرغمون نرم و آبدار بشه، از مخلوط مغز رام و سینه استفاده میکنیم. داخل غذا سازمون میریزیم و بهش یک عدد فلفل دلمه، یک پیاز متوسط و همچنین یک حب سیر اضافه میکنیم. بعد از اینکه گوشتمون چرخ شد، بهش مقداری جعفری خرد شده اضافه میکنیم، نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز و همچنین مقداری زعفران دم کرده اضافه میکنیم و بعد از اون تمام موادمون رو با همدیگه ورز میدیم، روش رو سلفون میکشیم و به مدت 1 ساعت داخل یخچال میذاریم تا تمام ادویه هامون به خوردش بره. حالا تو این مرحله کف تابمون رو با مقداری کره چرب میکنیم، گوشتمون رو روش پهن میکنیم و به این شکل با کفگیر برش میدیم. بعد از اون کباب مرغمون رو روی شعله گاز میذاریم و در تابمون رو میبندیم. خب تو این مرحله دوستای گلم به کباب مرغمون مقداری کره و زعفران دم کرده اضافه میکنیم و روش رو به این شکل رومال میکنیم و کباب مرغمون رو برمیگردونیم تا طرف دیگرش هم سرخ بشه. خب دوستان، این هم از نتیجه آموزش کباب مرغ. اگه آموزش من برات مفید بود، حتما لایک و سابسکرایب کن و اون زنگوله کنارش هم بزن تا از بقیه آموزش های من هم با خبر بشی.